خیلی کردم بچه‌های بانک هر کس قرض گرفتیم چیزی داشتیم فروختیم من سویا میدونم چیزی بود فروختیم. این زن روزهای سختی سال گذشته را به یاد می‌آورد. دوره‌ای که 3 فرزند مهاجرش به روسیه رفتن نتوانستند و زندگی خانواده در تاجیکستان رو به سختی نهاد. میگم که سال گذشته بچه‌های بیچاره 8 ماه همینجا موندم. بله داشتم باید من 28 مارس میرفتن که اینم یه هفته موندن ده. زدم خیلی شده یه هفته هم 2 روز موندن ده. همین تموندن پول بلیط را چند مرتبه رفتیم ندادن ما. گفتن که ایوسوز باشه با میتیم. 1 سال باشی برای ما را دادن. امسال وضع دیگر است. 3 فرزند عظمت یعقوبووا به روسیه رفتند و اکنون هر ماه به خانه پول میفرستند. زندگی عائله هم نظر به 1 سال پیش بهتر شده است. خدا را شکر که سال را روی کدستان بود. رامای در گفتم که با سوز قرض داشتن کاندن. ندختره کش مکتب میرسیم سه گذشت خدا را شکر. پرسول وای بیزی خیختون میدونی که برای مهونه با همه بود. قرض گرفتیم فقط ما قرض گرفتیم. زندگی دهها خانواده در تاجیکستان مثل عائله عظمت یعقوبووا وابسته پول مهاجران است. بانک مرکزی روسیه مبلغ فرستاده مهاجران را به کشورهای سابق شوروی در 4 ماه امسال نظر به سال گذشته 300 میلیون دلار زیادتر نشان می‌دهد. آمار 6 ماهه مبلغ فرستاده مهاجران هنوز دسترس نیست. کارشناسان تاجیک برای مهاجران وضع خوب را پیشگویی می‌کنند ولی می‌گویند پول فرستی کم می‌شود. Почему растет сумма в сравнении, хотя не все уехали? До одной простой причины. болоравии ҳаҷми интиқоли маблағ дар ин аст ки пас аз пандемия дар бозори кории русия рақобат барои нерӯи корӣ зиёд шуд. яъне корфармо ҷустуҷӯи муҳоҷиронро сар карданд. онҳо маҷбур шуданд ки моҳонаи муҳоҷиронро аз 20 то 40% зиёд кунанд. вале мо бояд омода бошем ки интиқоли маблағ коҳиш меёбад, зеро муҳоҷирати оилавӣ ба вуқӯъ мепайванданд ва маблағи коркардаашонро дар русия масраф мекунанд. روسیه برای 1 میلیون شهروند تاجیکستان مکان اساسی کار و زندگی است، اما نه همه امکان دارند به آنجا سفر کنند. یا راهشان بسته است یا امکان مالی رفتن به روسیه را ندارند. اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران بستگی دارد. سال گذشته وقت اکثر مهاجران با سبب پاندمی به خارج رفتن نتوانستند و 40% مبلغ فرستاده آنها کم شد، اقتصاد کشور به چالش ها روبرو شد. تأثیر روشنش 2 میلیارد سومانی کم شدن درآمد دولت یعنی بودجه بود. هر ماه میره نفع بانک. چشم این زن به مثل صدها زن دیگر در تاجیکستان به سوی فرزندان مهاجرش دوخته شده است. می ترسد که باز محدودیت جاری می شود و پسرانش بیکار می مانند، ولی معلوم نیست که تا کی چنین وضع ادامه می کند و تا کی باید خانواده ها در تاجیکستان امیدوار پول از روسیه باشند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.